سلام به دوستان عزیز و فالوورهای من. مرسی که همراه من هستید. بچه ها اومدیم دمنوش درست کنیم. رو والمر گذاشتیم، جوش اومده. حالا چیزایی که میخوایم داخلش بریزیم: گل سرخ و نعنا داریم، میریزیم داخلش. اینا نعنا، اینا هم که گل سرخ همونه. خب هم میزنیم. خب میایم 4-5 تا دونه گیلاس داخلش میندازیم. خب 3 تا دونه هل داریم، یه دونه نبات داریم. بچه ها نباتمون چون جا نمیشه این بر میداریم. نبات رو میندازیم داخل. بعد بقیه موادمون رو اضافه میکنیم. مثلا این لیمو ترش تازه است. چند قطره لیمو ترش رو میچکنیم، خاطر طعم خیلی خوبی که لیمو بهش میده. لیمو با نعنا بی‌نظیره. خب حالا ما میایم، این جا نمیشه، در میاریم. لیموهامون هم داخل آب و نبات میندازیم. حالا صافیش رو میذاریم. خب صافیمون خیلی خوبه. 3 تا دیگه گیلاس بهش میزنیم و یه دونم چای لیپتون گلستان داریم که با طعم دارچینه. بچه ها اینو واکن. اینو میذاریم قشنگ دم بکشه. باز میذاریم قشنگ دم بکشیم که بقیه چیزامون هم نیاز نداریم تا ببینید خوش رنگ میشه. خب چای لیپتون گلستانمونم در آوردیم. میذاریم داخلش در حال رنگ گرفتن. من فشار میدیم یکم گیلاسامو که رنگش با اینا قاطی بشه، قرمزی پس بده. درشو میذاریم و میذاریم دم بکشه. به به، چیز خیلی خوشمزه‌ای میشه. روزتون سبز، جاتونم سبز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. حتما این دمنوش رو درست کنید، آرامش رو به خونه هاتون بیارید. امیدوارم که این روزها برای همه روزهای